ضمن سفر کاری رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید از وضع تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی واقع در جماعت دیات ثروت استقلال ناحیه کوشانیان آگاه شده با آموزگاران و خوانندگان ملاقات انجام داد. رئیس ولایت به مسئولین عاید به سمت تامین اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، آماده نمودن خوانندگان به آزمون المپیادها، تشکیل درس‌های علاوه‌ای، مجهز گردانیدن میدانچه و کابینت‌های آمادگی ابتدایی حربی، تشکیل کتابخانه‌های الکترونی، استفاده وسیله‌های عیانی و تکنیک تعلیم و کتابخوانی جلب نمودن مکتب بچگان دستور و توصیه‌های مهم دادند. در این جماعت رئیس ولایت همزمان از روند کارهای صحرایی، آمادگی خواجگی‌های دهقانی به کشت پخته و وسعت کارهای دهقانی در گرمخانه‌های دائم عمل کننده شناس شد. اطلاع داده شد که این گرمخانه‌ها در میدان 320 گکتار بنیاد شده سهامگذاران با مقصد فراوانی بازارهای وطنی کشت سبزیجات‌های به طلبات زمان جوابگو را به راه ماندند. حالا در این گرمخانه‌ها کارکرد بند و بست سبزیجات‌های بروقتی از قبیل بادرینگ و پمیدار و قرنفل بلغاری ادامه داشته نشأونمای آن در حالت خوب قرار دارد. طبق اطلاع دهقانان هم از حالت در این گرمخانه‌ها ده‌ها نامگوی سبزیجات کشت و پرورش گردیده بازارهای داخلی با محصولات تر و تازه وطنی تامین می‌گردند. اثنای بازدید رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید عاید به استفاده باثمر زمین‌های در اختیار داشته و هرچه زودتر قانع نمودن طلبات مردم به سبزیجات‌های وطنی با دهقانان صحبت نمود. ضمناً رئیس ولایت به خانه ساکن جماعت ثروت استقلال جورابای اسایف تشریف آورده از زمین نزدیک ایشان دیدن نمود. اطلاع داده شد که خانواده این ساکن در میدان 12 ساتیق زمین که از حساب زمین‌های نزدیک حولیگیشان از گرمخانه‌های دائم عمل کننده بنیاد نموده حالا سبزیجات‌های بادرینگ و پمیدار را پرورش کرده ایستادند. اطلاع داده شد که الکی جمع‌آوری حاصل بادرینگ در این گرمخانه آغاز گردیده است. همزمان رئیس ولایت دولتعلی سعید با گرمخانه‌های دیگر ساکنان آشنا گردیده سهم آنها و دیگر ساکنان محلی را در تامین امنیت آذوقه‌واری چشمرس ارزیابی نمود. گفته شد که بعد جمع‌آوری حاصل فراوان گرمخانه‌ها بازار داخلی با سبزیجات تر و تازه کشاورزی تامین و نرخ و نوای آن معتدل نگاه داشته می شود. در دایره سفر کاری رئیس ولایت در جماعت دیات زرگر ناحیه از روند کارهای صحرایی در زمین‌های کشتچمنده شناس گردید. گفته شد که در اکثر زمین‌های کارم آبی خواجگیداران به کشت پنبه‌دانه آغاز نموده انتظار آن را دارند که با استفاده هوای مساعد پرورش این زراعت را در سطح ضروری به راه می‌مانند. طبق اطلاع سهامداران خواجگی‌های دهقانی حالا در میدان بیش از 5 گکتار زمین کشت کارتوشکا به راه مانده شده است که نشأونمای خوب دارد. ضمن صحبت با دهقانان و خواجگیداران رئیس ولایت جهت استفاده تخمی‌های خوش‌صفت به مسئولین توصیه‌های مشخص داده ابراز نمود که هر قطعه زمین باید ثمرناک استفاده گردد. دهقانان حالا در این زمین‌ها نوع‌های پنبه‌دانه مایا و فلورا را کشت کرده ایستادند که طبق توصیه متخصصان این نوع‌های تخمی مذکور به زمین‌های این منطقه موافق است. ضمن سفر کاری رئیس ولایت در جماعت مذکور همچنین به گیمناز دولتی برای خوانندگان بالیاقت ناحیه تشریف آورده از فعالیت این مؤسسه تعلیمی آگاهی پیدا نمودند. ضمن صحبت رئیس ولایت تعلیم گیرندگان گیمناز مذکور را به دانش اندوزی و با بهای اعلی تحصیل نمودن هدایت نمود. رئیس ولایت همزمان از جریان کارهای ساختمانی در بنای علاوه‌ای گیمناز شناسایی پیدا نموده جهت به طلبات زمان جوابگو نمودن آن به مسئولین دستورهای مشخص دادند. همزمان مهمانان از آشخانه نزد مکتبی بازدید نموده جهت رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و دیگر کارهای وظیفوی آنها توصیه‌های سودمند دادند. در جریان سفر کاری رئیس ولایت در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی از وضع تعلیم و تربیت، مطالعه کتاب‌های علمی و بدیهی، بنیاد بناهای علاوه‌ای تعلیمی، فعالیت محفل‌های فنی شناس شده و خوانندگان صحبت نمود. همچنین در دایره سفر کاری رئیس ولایت از فعالیت بیمارخانه رقم 2 جماعت دیات زرگر از نزدیک شناس گردیده ضمن صحبت با طبیبان آنها را برای خدمت صافدلانه به اهالی بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی و مناسبت خوب با کار افتادگان هدایت نمود.